اسرائیل میگوید که با درخواست رئیس جمهور آمریکا محاصره نوار غزه را سبکتر میکند. تل‌آویو روز چهارشنبه گفت که دیگر مانع ورود یاریهای بشردوستانه از مصر به غزه نمی شود. مقامات مصر هم گفتند که آمریکا راضی شده است این کشور گذرگاه سرحدی خود را باز کند تا بعضی از کمک‌ها به منطقه محاصره شده برسند. در حالی که سازمان ملل از فلاکت بشری در نوار غزه هشدار داد، ماشین‌های یاری بشردوستانه و اختیاریان در طرف مصر جمع شدند. همزمان بحث‌ها درباره ترکش مرگبار در بیمارستان نوار غزه ادامه دارد. این حادثه سبب گردهمایی در بسیاری از کشورهای عربی و مسلمانی شد. حماس میگوید در ترکش صدها نفر کشته شدند و انگشت اتهام را به سوی اسرائیل دراز کرد. اسرائیل جهاد اسلامی فلسطین را گناهکار کرد و سببش را پرتاب ناموفقانه موشک دانست. همچون دلیل عکس و نوارها را نشان داد. رئیس جمهور آمریکا هنگام سفرش به اسرائیل در این باره گپ زد. بنا به معلوماتی که ما دیدیم، چنین به نظر می رسد که نتیجه پرتاب خطای موشک از جانب یک گروه تروریستی در غزه است. ایالات متحده البته طرفدار حفظ جان اهالی آسایشته در جریان نزاع است. برای عائله هایی که در این فاجعه کشته یا زخمی شدند واقعاً اندوهگینم. در واشنگتن هم گفته‌های بایدن را تکرار کردند. شورای امنیت ملی آمریکا میگوید که خلاصه آنها بر اساس تحلیل تصویرها و اطلاعات منابع باز حاصل شده است. ارتش اسرائیل همچنین گروه فلسطینی حماس را به مبالغه درباره تعداد کشته شده ها متهم میکند. تل‌آویو نوار صوتی صحبت به ادعایش دو عضو گروه حماس را نشر کرد که درباره پرتاب نادرست موشک از جانب جهاد اسلامی بحث میکنند. جهاد اسلامی فلسطین این اتهام را انکار کرد و بحث را بین طرفها همچنان باز گذاشت.